تصور های خونین روی آورد و هزاران نفر را به اتهام خیانت و توطئه اعدام کرد. حتی اعضای حزب کمونیست هم از این سرکوب‌ها در امان نبودند. بسیاری از مردم بیگناه به خاطر اختلافات جزئی با حکومت به زندان‌های مخوفی فرستاده شدند و دیگه هرگز برنگشتند. خوجه هیچ علاقه‌ای به مدرک دانشگاهی نداشت. اون نه برای آینده بلکه برای گذشته زندگی می‌کرد. با این حال خوجه مردی کتابخون بود و نزدیک 70 جلد کتاب نوشت. اما هرگز به عنوان یک متفکر یا تئوری پرداز مارکسیسم اعتباری برای خودش کسب نکرد. خوجه از حیث تبلیغات خارجی نسبتاً فعال بود. اون میلیون‌ها دلار از بودجه ناچیز کشور فقیرش رو صرف ترجمه و چاپ کتاباش کرد. خوجه با قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی آلبانی را به انزوا کشوند. اون با وعده خودکفایی مردم رو فریب داد و دست به کلاهبرداری‌های گسترده زد. همین باعث فقر شدید مردم آلبانی شد و کالاهای اساسی مثل غذا و دارو نایاب شد و مردم برای تأمین نیازهای روزمره‌شون توی صف‌های طولانی و تحقیرآمیز می ایستادن. فقر به جایی رسید که بسیاری از مردم مجبور شدند تعدادی از دارایی‌های خودشون رو بفروشن. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده حتما ویدیو رو لایک کن تا بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. دوران حکومت خوجه پر از حوادث وحشتناک بود. یکی از این حوادث سرکوب وحشیانه شورش‌های مردمی در سال 1967 بود که نیروهای اون با خشونت بیرحمانه ده‌ها نفر رو به قتل رسوندن. انور خوجه یک آدم بیخدا بود. اون همچنین کلیساها و مسجدها رو تخریب کرد و هر گونه فعالیت مذهبی رو ممنوع کرد و زندگی مردم آلبانی یک کابوس وحشتناک شده بود. زندان‌های سیاسی دوران خوجه به ترسناک‌ترین زندان‌ها تبدیل شده بودند. زندانیان در سلول‌های تاریک و تنگ بدون محاکمه عادلانه سالها تحت بدترین شرایط نگهداری شدند. شکنجه‌های وحشیانه، کتک‌های بیرحمانه و شوک‌های الکتریکی به قدری وحشی
ببین.